درود بر دوستان. امروز در خدمت دکتر ارداکیانی هستم برای کارگاه 12 بهمن که قرار کارگاه سونوگرافی ریه رو برگزار کنیم. قرار یه سری توضیحاتی رو ایشون بدن که ما در خدمت ایشون هستیم و ایشون توضیحات میدن. با سلام خدمت شما و دوستان عزیز. سونوگرافی علمی است که چندین سال درمان‌های ریوی رو متحول کرده. یعنی ما الان به عنوان پنجمین علامت معاینه فیزیکی ما از دستگاه سونوگرافی داریم استفاده میکنیم. سونوگرافی آموزش‌های متعددی داده شده، خوشبختانه داره جا میفته توی مملکت، ولی که مسئله اینه که ما این در 12 میخوایم بیایم با یک رویکرد جدید سونوگرافی رو وارد حیطه پزشکی بکنیم، به دوستان آموزش بدیم که چه شکلی به صورت هندزان از دستگاه فرقی نمیکنه چه دستگاهی باشه استفاده کنن برای اینکه پرکتیس پزشکیشون رو بهتر کنن. ما همونجوری که میدونیم روی توسط در سونو اسفالت عبور نمیکنن از بافت ریه، در نتیجه ما میایم از آرتیفکت هایی که در ریه ایجاد میشه برای شناختن بیماری های ریه استفاده میکنیم. ما توی این کارگاه سعی میکنیم که به صورت هندزان کار عملی رو به دوستان یاد بدیم، علاوه بر اینکه تئوری رو هم به اندازه کافی خواهیم گفت و اپروچ جدیدی به انجام سونوگرافی خواهیم داشت. بسیار ممنونم. ما انشاءالله تکنیک هایی رو قرار به دوستان بگیم که تا حالا جایی نشنیدن و این تکنیک ها میتونه کلید واژه باشه برای درک بهتر سونوگرافی ریه، چون به هر حال سونوگرافی ریه سونوگرافی معمولی نیست، یک سونوگرافی خاصه که از آرتیفکت آمریک فرمودین داره استفاده میشه و به کمک حضرت عالی قرار این اتفاق روز 12 بهمن بیفته. متشکرم از همگی. من به عنوان اینکه ارزش این کار رو بگم، خواهم یه خاطره از دیشب ساعت 10 شب یه مریض اومده بود و دو طرفه پروفیوژن داشت. ما تونستیم تو فضای 11 در قسمت لترال 10 cc مایع پیدا کنیم و اون مایع رو بکشیم و به آزمایشگاه بفرستیم و جالبه که به تشخیص رسید و این چیزی نیستش که شما به هیچ وجه بتونین بدون سونوگرافی به تشخیص برسیم و میشه پرکتیستون رو کاملا عوض کنه و من امیدوارم که همه چه برای رگگیری از رگ‌های مرکزی، چه برای نمونه برداری ها، چه برای تشخیص ها، خصوصا در خانم‌های حامله از سونوگرافی استفاده کنن. مرسی. انشاءالله 12 بهمن در خدمت دوستان هستیم. خدا نگهدار.